یکی از بهترین غولکزنای دورای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم این شخصیت سعد ابن ابی وقاص میگن. یکی از بگیم صحابایی که 10 صحابایی که بود با جنت وعده داده شده بود که اینها این همین سعد ابن وقاص یکی از امو است. یگان بار در زندگیش بگیم خطا نکرده بود. وقتی که میزد غولکا همیشه راست میزد. فهمیدین؟ یکم غولکزن در اسلام، یکم شخصیتی که در قطار شخصیتایی که یکم ایمان آورده بود در 17 سالگیش. خود پیامبر صلی الله علیه و سلم در جنگ احد این شخصیت سعد ابن ابی وقاص هم خیلی غولک داد. او سعد بزن، فقط پدر و مادرم فیدیویت بود، فقط بزن گفت. فهمیدی غولکتی؟ در سن 37 سالگیش این سعد ابن وقاص بگیم امپرای فورس همین شخصیت در دوره خلافت حضرت عمر بود. همین سعد ابن ابی وقاص اومد امپرای فورس شکست داد، رفت در سن 37 سالگیش. بهترین شخصیت غرور تکبری خیلی چی نبود، فقط از الله سبحانه و تعالی میترسیده که و از پشت پول و مولم نمیدوید. فهمیدی؟ موجیک بودن اینها، شرینر اینها بودن. برای همین ان شاء الله ما کاری میکنیم که ما هم دعا میکنیم که از 100 حصه اینها رو ما هم نصیب گردونم. برادر عزیز، برای پدیلیش که بهترین خیلی صحابه پیامبر اگر فورد من نقل کنیم در دوره خشون چه بودن ان شاء الله در کامنت رو بنویس. سلام علیکم و رحمت الله.